و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز بارک الله فیکم. اما در مسئله نماز تراویح 4 رکعت خونده می شود یا که 2 رکعت خونده می شود؟ در حدیث صحیحی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، در سنن و مسند روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند صلات اللیل مثنى مثنى، نماز شب 2 رکعت 2 رکعت است. پس نماز روز مثلا بنگرید، نماز نفل، همه این نمازهایی که غیر از نماز فرض است، نماز تهجد یا تراویح نماز نفل است. نمازهای نفلی شب و نمازهای نفلی روز. در مسئله نماز نفلی شب به مانند تراویح یا تهجد یا دیگر نمازها، تمام علمای اهل سنت و الجماعت اتفاق میکنند که نماز باید 2 رکعت 2 رکعت خوانده شود. از همین جهت نماز تراویح که این یک نماز نفلی تراویح که یک ماه مبارک رمضان خوانده می شود، این 2 رکعت 2 رکعت حتما خوانده شود، برای اینکه عمومی این حدیث داخل می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن هر کسی که در شب نماز میخواند باید 2 رکعت 2 رکعت خود در ماه رمضان یا در غیر ماه رمضان باشد و در این مسئله اختلافی نیست و این حجت قاطع است و ظاهر است. و در مسئله اینکه آیا نماز تراویح پیش نماز ویتر پیش از تراویح است یا بعد از تراویح؟ البته در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که فاذا خشى احدكم الصبح توتر بركعه ما قد صلى، توتر بركعه قد ما صلى، یعنی 2 رکعت 2 رکعت نماز میخونید، اگر پگاه روز نزدیک شود یعنی فجر نزدیک شود 1 رکعت نماز ویتر کتی ادا میکنید. و حدیث دیگر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میکردند؟ نماز ویتر در آخر میخوندند. خیلی که حضرت عایشه رضی الله عنها میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز خفتن میخوندند و 2 رکعت نماز سنت میخوندند، خوب میرفتند و در اول شب خوب میرفتند و میخستند در آخر شب و نماز تهجد میخوندند و ویتر میخوندند. و این چنین در ماه مبارک رمضان از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و معروف است که نماز ویتر بعد از نماز تراویح است. نماز ویتر این آخرین نماز شب است که باید خوانده شود. بارک الله فیکم. و اما در مسئله این که در بین نماز تراویح، چرا تراویح میگن؟ تراویح یعنی 2 رکعت 2 رکعت میخونید، وقتی که 4 رکعت شد یا 6 رکعت شد کمی دم میگیرید. تراویح یعنی از ترویح کمی، یعنی راحت شدن، از راحت گرفته شده است، همین میگن. اما در همین حالت راحت شدن یعنی وقتی که 4 رکعت 2 رکعت میخونید سلامتی، 2 رکعت میخونید سلامتی، 4 رکعت شد دم میگیرید کمی 2 منوت 1 منوت 3 منوت 5 منوت. در همینجا مخصوص یک غزل معین خوندن، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك القدوس یا دیگر، یعنی این ذکرهایی که هست مخصوص کرده خوندن، این بدعت است. این نه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله که پیامبر صلی الله علیه و 3 روز نماز تراویح خوندن و نه در زمان صحابگان، تابعین، تبع تابعین نبود این چیز مردم چی کردن؟ خودشون پیدا کردن. وقتی که 4 رکعت نماز میخونید، وقتی دمگیری میبیاد، همه باید، بعضی آدم خسته بود 2 رکعت نماز خوندنش ممکن، بعضی آدم آب مینوشد، بعضی آدم طهارتش نو میکند، بعضی آدم قرآن تلاوت میکند، بعضی آدم ذکر میکند. اما یک ذکر معین گذاشتن این بدعت است، این وجود ندارد. بارک الله فیکم.